زین الدین زیدان بهترین فوتبالیست 2002 تا 2006 معرفی شد، با یک کارت سرخ اخراج شد. تو که خیلی با ادب بودی، تو که وقتی گل میزدی دستت به بالا بلند میکردی خدایا، تو که از پول فوتبالی که در میآوردی صرف فقرا میکردی، تو که سبب اسلام چند تا از بازیکنان فرانسه شدید، چطوری بی‌طاقتی کردید با سر زد تو سینه اون بازیکن ایتالیایی. اما مصاحبه‌ای که باش کردن میدونه علتش چه بود؟ که این خونش به جوش آمد، گفته به من توهین کرد، به اسلام من و دین من توهین کرد، به آبروی کل مسلمان‌ها. اون بازیکن ایتالیایی میگه برگشته به من گفته شما مسلمان‌ها تروریستی تو بازی. من اول میخواستم ول کنم، اگر شخصی بود میزد لگد تو پام و منو به زمین میزد، مشکلی نبود. اهانت به دین من کرد، فوتبال رو فدا کرد، این کلمه غیرتش رو به جوش آورد. شما میدونید که در آخرین لحظه اینو از بازی فینال جام جهانی بیرون بکنند